سالهای ناتنجی یک گروه اوباشان سلاح به دست با طریق زوری مجبوراً زنش را در پیش چشمش به ترتیب کردند و آن شخص تا حال با آن زن زندگی کرده ایستاده است. آیا آن زن بر وی طلاق است یا او دیوس است؟ داملای عزیز، شما بگویید که او چیکار کند؟ زنش را طلاق دهد یا زندگی کند؟ التماس تیزتر جواب دهید. البته خداوند اون ساعتهایی که خیلی ساعتهای ناآرام بود، ساعتهای نافهمی ها بود، لیکن ما و شما فراموش نکنیم که خداوند در قرآن میگوید و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هر مصیبتی که به سر فرزند آدم می آید، هر آینه می آید، به اجازت من می آید. یعنی اون زمانهایی که بالای ما بود چه زمانهای خیلی ناخوبی بود. برای اهل خرد به نهایت یک زمانی بسیار بد بود، لیکن الحمدلله که این آرامی ها و این شرایط های بهترینی که ما و شما الحال داریم، با این شرایط ما و شما اولا شکر کننده باشیم. و حبیب خدا میگوید کل شیء بالقدر. همه حالت هایی که از شما خواه خوب می شود خواه بد می شود به تقدیر وابسته است. در تقدیر مردم تاجیکستان این ناآرامی کشیده بوده است و ما و شما یک زمان این از بالای سرمان سپری کردیم و دائم باید ما و شما چی در آشکارا و چی در خلوت دعا کننده باشیم که خداوند این حالت دیگر بالای ما و شما نآورد. بسیار حالت ناخوب بود. یک حالت ناخوبش مرحمت علی همین سؤالی که الحال برای ما ارسال شد. این یک زن نیست، صدها زنها به ترتیب شدند. لیکن این معنی را ندارد برادر عزیز که این مرد دیوس باشد. دیوس مردی هست که خود میداند که زن او به ترتیب است، دختری وی به حیا است و با این به ترتیبی و به حیایی دخترش وی چه است؟ صبر کننده است، وی قناعت کننده است، وی راضی است. اینا دیوس میگویند. دیوس اون نفری نیست که در پیش او زن و دختری وی به ترتیب کنند و این مرد حکم به دیوسی داده شود، بلکه با این زن زندگی کردن وی با طریق اولاد جایز است. این بخواهش نه زن شد نه بخواهش شوهر زن شد. اگر مبادا در خانه یکی از ما و شما نفرهای دزد در آید و برای آن که از ما و شما یک مبلغ معینی را ستانده گیرند، در پیش ما و شما آنها قادرند که دختر و زن ما و شما را تجاوز کنند. چگونه ای که امروز کیناهای اروپا غرب برای ما و شما تعلیم داده ایستاده، نشان میدهند که دزدها وقتی در خانه می درآیند برای آن که پول اون مرد گیرند، اولا از دختر و زن وی شروع میکنند تا که مرد وقتی این حالت میبیند دیگر هر چی که دارد برای او دزد تسلیم میکند. امروز این مردم غرب، این دشمنان اسلام برای ما و شما این گونه تعلیمات کرده ایستادند. رئیس جمهور در برآمدش چی گفت؟ در یونسکو گفت تروریسم این معنای او ندارد که یک نفر قتل کند، بلکه این کینه‌های فحش و فاحشگی که الحال برای مردم ما آمده ایستاده است، این هم تروریسم است. این از تروریسم ده بدتر است. اینا رئیس جمهور گفت. اگر ما و شما به گوش هامان گوش کرده باشیم، راست گفتند، خوش به حالشان، بسیار گپی نیک گفتند. و این مرد دیوس نمی شود و با این زن با طریق اولا وی باید زندگی کند. زندگیش باید باز بیشتر شیرینتر باشد. هیچ داغی باید در زندگیش نباشد، زیرا اینها به خواهش نه مرد شد نه زن شد. این از حساب ناآرامی و از حساب همون بی‌عدالتی هایی که در بین مردم ما بود این انجام یافت.
السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس با این سوال من پرره جواب گویید. باید عورت نمازش را راست یا نشسته خواند؟ بعضی ها میگویند که نماز نشسته قبول نمی شود. با احترام خواهر شما که همیشه دعاگوی شما می باشد، شکر خدا میگویم که تنی رنجور دارم و دعا کنید که خداوند شفای کامل عاجل این خواهر اسلامی شما را نصیب گرداند. خداوند این خواهر ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب گرداند. و این سوالی که کردن ما چندین بارها گفتیم که کدام زنی که نماز نشسته خواند وای نماز نیست. چی سن و سال پیران سالی داشته باشد، چی جوان باشد، باید نماز راستا خوانده شود. این کدام انسان در بین این مردم مسلمان این عمل سیئه را، این عمل خیلی زشت در بین مردم ما اعلان کرد؟ وای کی باشد؟ وای به حالش که نماز برای زن و مرد فرق ندارد، باید نماز راستا خوانده شود. کدام مادرهای شما، خواهر و زنهای شما اگر نماز نشسته خوانند به آنها خبر دهید که وای ترک فرض میکند. نماز راستا خواندن فرض است. اگر در نماز ما و شما یک فرض ترک شود، نماز ما و شما باطل بشود. باید خواهر و مادرهای ما و شما این صداهای ما را شنوند. اینا سخن خدا و پیغمبر است که نماز باید راستا خوانده شود. بود یک زمانی که حتی مادرهای ما و شما پاچه هاشون را بدر میکردند و بالای جای نماز نشسته نماز میخواندند. باور کنید این کدام دشمن اسلام در بین این مردم ما اعلان کرده است؟ این ممکن نیست. زن عذر دارد باید نشسته نماز خواند. اینا کی میگوید؟ اگر مردم عذرناک باشد وای باید نشسته خواند. اگر عذر چی در مرد باشد، چی در جوان باشد، چی در زنها باشد فرقی ندارد. عذر برای همه عذر است. قوت راستا نماز خواندن نداره، نشسته نماز خوانید. نشسته نمیتوانید، دراز کشیده نماز خوانید. لیکن نشستن تماما در یگان خبرها آمدگی نیست که باید نماز نشسته خواند. السلام علیکم استاد حاجی میرزا، خواهش میکنم که با این سوال ما جواب گردانید. ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه حمدانی کلخاز مراد رحیموف، ما در مسجد محله همان نماز تراویح میخوانیم. بعد ختم تراویح سلام دادن نماز مردم خسته میروند. شما درباره اینها چی گفتنی دارید؟ دوم، در کلخاز ما یک مسجد است. یکم سوالش جواب میگردانیم. یعنی کسانی که ما نماز خواندیم تمام کردیم، یعنی بعد نماز باید که ما و شما ایستاده دعا کنیم. باید از پروردگارمان دعا طلب کنیم، زیرا الدعا هو العباده است. الدعا مخ العباده است. دعا خودش عبادت، دعا خودش مغز عبادت است. همون دستایی که شما میبردارین و از پروردگارتان زاره و تولا میکنید، وای هم در نزد پروردگار نماز نویسانده میشود، وای هم در نزد پروردگارتان عبادت نویسانده میشود. باید که بعد نماز ما و شما نشسته دعا کنیم که خداوند این عبادتی که ما داریم وای قبول بگرداند. باید که ما و شما دعا کنیم. اگر مبادایی که کسی ضرورت دارد، برای ضرورت اجازت است که وای مسجد ترک کند یا بین همون صفها را ترک کند، از پای کار شود. برای ضرورت میلش، لیکن بی ضرورت خستنی شما ده شما ترک سنت میکنید. باید که نشینین همراه پیشواتون دعا کنید تا که خداوند دعای شما را قبول کند. یک فضیلت نماز با جماعت انا همین است که در بین ما کسی نمیداند. گفتی شاعر کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. در این بحر نمیداند کی قدر دارد. ملا امام با قدر است در نزد پروردگار یا که یک آدم عادی ترین نماز خوان کی با قدر است؟ کسی نمیداند.
یک فضیلت جماعت همین است که شاید که با دعای یکی از همون قومیت خداوند خوش بیاید و دعای همه قوم قبول کند. برای همین ما و شما باید بعد نماز نشسته و یک جای دعا کنیم. مسجدها و صفها را ما و شما ترک نسازیم. ضرورت باشد میلش از پای کار چو، لیکن به ضرورت این خطا هست. دوم سوال کردن، در کلخاز ما یک مسجد است، در دویم آشیانه می باشد. در آشیانه یکم لطابازی می کنند، در آشیانه دویم نماز می گذارند. حالا آنکه در کلخاز ما دو مسجد می باشد، شما چی گفتنی دارید؟ با احترام مخلص شما. اگر در بالایی که مثال در یکم آشیانه لطابازی می رود، در اگر آشیانه دویم نماز هم که خانه، نماز شما را خدا قبول می گرداند. لیکن شما باید که دعوت کنید یکم آشیانه را دویم آشیانه برید. کاری کنید شما دعوت کنید که اونها وقتی نماز لطابازیشان قطع کنند، نمازشان خوانند. در این باید شما مسئول هستید. کسانی که در همون دویم آشیانه میخوانند مسئولیت دارین که یکم آشیانه را چنان تبلیغ کنین که بعضی هاشون وقتی نماز ترک کنن و آشیانه دویم براین. لیکن این به نماز شما هیچ زلالی نداره. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، بعد رمضان یک هفته روزه گرفتن حتمی است. میگویند که 366 روز گویا روزه گرفتی. من روزه بعد رمضان رو نگرفتم، گناه هست یا نه؟ از شما عذر میخواهم. یعنی این همون 6 روز از ماه شوال است بعد رمضان. هر کسی که اگر این روزه را گرفت، پیغمبر خدا گفت که همچنان تصور کند که 366 روز گویا که در نزد پروردگار روزدار بود. این حدیث صحیح پیغمبر خداست که کسی 6 روز روزه گرفت، 1 ساله روزه را خداوند در نامه اعمالش نویساند. برای همین لیکن کسی نگرفت، در این نگرفتنش در نزد خداوند گناهکار نشد. زیرا فقط روزه‌ای که در گردن ما و شما فرض است، این روزه ماه مبارک رمضان است. این روزه هایی که ما دیگر میگیریم، این به فقط اخلاص ما و به تقوای ما وابسته است. اگر گیریم ثواب، نگیریم در نزد پروردگار گناهکار نمیشیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ما یک چیز را پرسیدنیم. نمازهای قضایی 4 رکعته را با سوره خوانده می شود یا بی سوره؟ همون مثل خودش خوانین. مثل خودش خوانین. یعنی 4 رکعت نماز قضایی دارین، مثل خودش 2 رکعتش به سوره، 2 رکعتش بی سوره خوانین. چگونه قضا کردین همون خیل اداش کنین. سوره اقرا را در نماز خواندن در آخر سجده تلاوت لازم است یا 2 سجده نماز کفایه است؟ همین سوره اقرا که آخرش که خودش سجده تلاوت دارد، همون رکوعی که شما در نماز میکنین یا سجده‌ای که برای همون رکعت میکنین، برای همین سجده تلاوت همون بسنده است، خود کفایت میکنه. اینجا سوالای آمده است که همین امروز لازم بود از جوابش. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، از شما خواهش میکنیم که با سوالهای ما جواب دهید. ما یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه، تجارتگران بازار کاروان، از شما شنیدیم که بعد نکاح برآوردن عروس پیش تخت نکاح بریده می شود. آدمانی که ندانسته پیش تخت برآوردن امروز صاحب فرزند شدند، چی کار کنند؟ دوم، در سفر در داخل ماشین در راه باشی نماز خواندن جایز است. از شما خواهش میکنم که در حق ما دعا کنید. با احترام مخلصان شما، بابا خان و بابا جان. یعنی در سفر در راه در ماشین نماز خواندن البته جایز است. شما در هر چی سوار باشین، چی در پاییز باشین، چی در سمالیات ها باشین، چی در ماشین ها باشین، چی در کشتی های بالای آب ها باشین، همه حالت در نماز در گردن شما فرض است. وقتی نماز آمد باید که نماز شما ادا کنید. اگر شما گویین که ما مسافریم، ما در داخل این ماشین ها سواریم و خداوند ما را میبخشد، نه، بلکه شما گناهکار میشوید.
این گونه اعتقاد نکنید. شما اگر توانین همون ماشینی که در راه هستین، توانین اگر صاحبش سخن شما را رد نکند و گوید مثال پیشنهاد کنید که ما نماز میخوانیم ایستد، باید که شما بیرون در زمین نماز خوانید. یکی وقتی اون افتابوس ها باشد که مثال برای یک نفر دو نفر من نمیکنند، یا اینکه اگر من هم کی کنند بسیاری ها مثال در اینجا هر گونه گپ های زیادی میخیزانند، این حالت شما در حالت همون شیشتگیتان نماز نیت میکنید، با اشاره سر نماز میخوانید. و این عروس هایی که میپوشند این لباس هایی که از ما و شما نیست، بگیم امروز لباس هایی که فته میپوشند، لباس های توریه که میپوشند، آستین ها مثال نیست، دست های اونها نمایان، گردن های اونها نمایان، بالای سرهای اونها نمایان. باور کنید این شرمندگی هست. اگر همه شما از ما ملال شوید، من برای شما میگویم که مادامی که این گونه لباس ها را در عروس های خود که پوشانیدین، یقین دانین که شما در نزد پروردگارتان بی نهایت در یک غضب پروردگارتان گرفتار شدید. زیرا شما حکم خداوند چیکار کردید؟ پایمال کردید. خداوند برای شما میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلبیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. ای محمد صلی الله علیه و سلم، لباس های اسلامی را اول از زنها و دخترهای خودت سر کن و بعدا به تمام زنهای امتت، با تمام آن مردهایی که امروز دعوا دارند که ما مسلمانیم، با آنها اعلان کن که باید دخترهای اونها از لباس های اسلامی باید پوشند. این فرمان پروردگار است، این هیچ کس تغییر دادن نمیتواند. پیش رای این حکم خداوند کسی هم گرفتن نمیتواند. این خداوند برای ما و شما امر دارد. از این خاطر کدام دختری که البته این گناه کرده است و امروز صاحب فرزند شدند، توبه کنید، به سوی پروردگارتان زاره و تولا کنید که خداوند این گناه را از شما ببخشد. انشاءالله خداوند شما را میبخشد. لیکن به این گناه شما دیگر دست نزنید. اینا برای خودتان مدنیت نشمارین. این مدنیت نیست. این لباس هایی که تمام بدن شما را نمایان میکند، این لباس ها مدنیت نشان نمیدهند. همون دوره های شوروی خیلی دوره خوب بود که هیچ دختر این گونه فته پوشی نداشت. کدام انسانی که در دوره های همون شوروی زن گرفتگی از همش میدانند، کرته های چکن داشتند، بالای سرهاشون چادرها پرتافتگی بود، همون لباس های ملیشون در بر کردگی بودند. خوش به حالشان. حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید فطرتی تو جذبه دارد بلند. انسان ها، اما و شما قد محمد اقبال لاهوری عقل دارید. فطرتی تو جذبه دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. ای خواهر عزیز میگوید محمد اقبال لاهوری مثل پدرانه میگوید ای دخترای عزیز، فطرت شما یک جذبه دارد. به خاطر این جذبه که فطرت شما دارد، جسد شما دارد، من بر شما میگویم که چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. اون فاطمه که نور چشم حبیب خدا بود، اگر تو خواهی که از شفاعت او برخوردار شوی، پیرو فاطمه شو. میگوید پیرو فاطمه شو. برای چی؟ تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. اگر تو پیرو فاطمه شوی، در شکم تو فرزند پیدا می شود که اخلاق حمیده امام حسین دارد.
اگر تو مثل فاطمه باشی، حضرت محمد اقبال راهوری میگه تو در دنیا حسین تولد میکنی. امروز چرا که شما امروز فرزندهای ناقابل تولد میکنین؟ برای که شما از اول روز حیاتتان شما با بی‌حیایی قدم زدین. اولین لباس کفر در بر که کردین، از شما کجا فرزندی سالم به دنیا می آید؟ شما در اول حیاتتان غضب پروردگار را زنده کردین. کجا حیاتی تو شیرین می شود؟ این طلاق هایی که 3 طلاق و 100 طلاق تو میگیری، همه این باعث اون فتح هایی که شما میپوشید، لباس های نادرسته که شما میپوشین، این غضب پروردگار است. نگذاره جوانای عزیز، میلش اگرچه امروز بسیار از تبلیغگرهایی که میخواهند که ما فتح پوشیم، ما امروز آستین های کلته داشته باشیم، امروز یبکه های دریدگی داشته باشیم، لکن شما مسلمان هستین، شما غیرت اسلامی تان به کار برین. نگذارین که اینها از اولاد شما ظاهر شود. نکاح سالم میخوای، نکاح حلال میخوای، خواهرها و زنهاتون از این لباس ها نپوشانید. انشاءالله بعد شما چی میشوین؟ در نزد پروردگارتان زندگی شما زندگی اسلامی میشود، زندگی خوب میشود. داملای محترم، من مخلص شمایم و من یک جواب. من قرآن را با حرف کریلیکی میخوانم. بعضی آدم ها رفتار ناشایسته دارن. من میگویم در قرآن سخن این خیل است. او میگوید تو حق نداری از قرآن گپ زنی. این سخن حق است یا نه؟ یعنی هر کسی که اگر با کریلیکی هم که اگر قرآن خواند و سخنهای نیکی که از این قرآن برای مردم میرساند و حق دارد که مردم را نصیحت کند. اگر در بین مردم همین انسانی که قرآن با خط کریلیکی هم که خواند، این انسان هم در نزد خداوند ثواب میگیرد و البته حق دارد که وی جماعتی که در اطرافش است وی نصیحت کند. این هیچ جای نادرستیش نیست که وی گوید که در فلان سوره قرآن در فلان آیت خداوند این گونه گفته است، مثل که نماز خوانید، مثل زکات دهید، مثل حج کنید. و حق دارد. چرا حق ندارد؟ السلام علیکم دامنای محترم. ما از شما خواهش و التماس میکنیم که شما از روی آیت و حدیث با سوالهای من روشنی اندازید. در محله ما یک کس مرد در روز جمعه. در مرده 3 آدم بزرگ اشتراک کردند. نماز جمعه را نخواندند، مرده را پیش نماز نکردند و آدمان را دعوت کرده در مسجد نماز پیشین جماعت کردند. ما حیران کی را باور کنیم؟ شما آیه قرآن باور کنین، شما احادیث های پیغمبرتون باور کنین. کسی باشد نباشد، بزرگی انسان اون حالت ده معین می شود که انسان مسلمان کامل باشد. اگر امر پروردگار تو ترک بسازی، گفته حبیب خدا را رد کنی، تو از کجا بزرگ هستی؟ شاعر میگوید به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد، که در آینه زاهد به 6 روز دیگر فاسق. حضرت میگوید همین ممکن است که شما ای مردمی که جمعه را ترک میکنین و جمعه نمیخوانین و امروز برای خودتان هر گونه دلیل ها پیدا کردین، حالان که جمعه این یک درس است. این جمعه این ساعت های امر معروف، حبیب خدا میگه لکل شیء ثقالت و ثقالت القلوب ذکر الله عز و جل. ای انسان های بزرگ، پیغمبر میگوید دل انسان سیاه می شود
دل انسان از حساب این پلیدی ها و از این حرام ها و لقمه های نادرست دل انسان سیاه می شود. لیکن حبیب خدا گفت من برای شما سفید کننده دل را خبر دهم. گویم که با چی چیز این دلهای سیاه را سفید کنید؟ چی گفتن حبیب خدا؟ ذکر الله عز و جل. شما در موعظه ها رفته اشتراک کنید، سیاهی دل شما نابود بشود. دلها را باید سفید کنیم ما و شما، دلها را باید نورانی کنیم ما و شما. این اشتراک نکردن این بزرگان معنای او را ندارد که جمعه خواندن نادرست باشد. بزرگان چی ها نمی کنند؟ اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. انا عیب در همو بزرگاست که امروز به گفته پروردگار نمی روند و مردم اونها را دیده درس می گیرند. باید امروز همو بزرگا در بین ما چی شوند؟ عبرت باشند. باید مردم اونها را دیده باید که چیکار کنند؟ درس گیرند. اگر پیشوا نماز 5 وقته نه آید، قوم از کجا نماز جماعت می آید؟ اگر پیشوا حقیقت گو نباشد، از کجا قومی او هدایت می یابد؟ از کجا؟ اشتراک نکردن بزرگان در نزد پروردگار این گناه است. بزرگ خداوند است. چی بزرگی دارد؟ امر خدا را ترک میکنی و باز بزرگ هستی. پدرم فلانی، پدرم گفته بود، یک کس سوال پدرم گفته بود تو نماز جمعه را نخوان که در اینجا نماز جمعه درست نمی شود. و هر انسانی که میخواهد که نازد، هر انسانی که میخواهد که قدر خودش را در بین مردم پیدا کند یا قدرش را در نزد پروردگار بلند سازد، باید که با عملهای خود و نازد، نه به عملهای پدر و به عملهای مادر و به عملهای بابیم و فلان و فلان. به بال خیش باید کرد پرواز. شاعر میگد به بال خیش باید کرد پرواز، به بال دیگران نتوان پریدن. به بالها و پرهای خودت پرواز کن، پرها و بالهای دیگران قطع پرواز نکن دیگه. مرده را تیز گرانیدن خوب است یا شب من کردن، برای خیش و تبار آمدن. التماس تیز نقصتر فهمانید. من انشاءالله اینقدر ساده برای شما میگویم که این سخنی مرا همه میفهمند. من اینقدر عادی برای شما صحبت میکنم که تا که شما فهمید. همین عادی صحبت کردن من به خاطر اون است که شما فهمید. مرده را تیز بردن این سنت است. در شبم گرانیدن سنت است. شبم باشد روزم باشد، اگر مرده را ما و شما برداشته و اگر طبق سنت خواهیم که رفتار کنیم، فرق ندارد چی شب باشد چی روز باشد، ما و شما باید تیزتر برداشته بریم. آمدن خیش در اطراف مرده این نه فرض است، نه واجب است، نه سنت است. اگرچه امروز این عادت خیلی نادرستی در بین ما و شما هست که فرزند او شاید 1 روز شاید 2 روز در کدام مکان باشد و وی بیاید و بعداً ما این مرده را از اینجا برداریم. چند قدر سرگردانی ها، چند قدر تشویش ها، چند قدر بیماری ها، این قدر ضررهای زیاد در اینجا وجود دارد. همون زمانی که مرد، امروز الحمدلله بینین قبرهای تیار شد، قبرها تیار. رفته فرمایش میتی 1 ساعت بعد الک میگد مرده تا بیار. دیگر قبر بانه نیست، فقط اعتقاد و توفیق لازم که ما و شما در حال مرده ها را برداریم و برده در قبر جاشون کنیم. این سنت پیغمبر است. یک برادر از ما بسیار خواهش کردن که یک شعر یک برادر از همین قوم ما برای ما تقدیم کردن که همینش ما خوانید
تا که در همین کسیته ها همین پیدا شود و بسیار درخواست کردن. یک بار درخواست کردن رد کردیم، دوم بار درخواست کردن، این دفعه ما قبول کردیم. اگرچه ما ارزنده این مصرع‌های شعری این برادر نیستیم، لیکن برای خواهش کردنشان میخوانیم. وارث انبیا و حاجی میرزا تقدیم می شود. شهر کولاب فخر کن با این پسر، خلق من از امر معروف شد خبر. سالها گردین ما خاری کشید، حاجی میرزا شد اسلام را سپر. گه کند آغاز سخن از مولوی، گه ز قرآن گوید آیاتی قوی. خلق من سیراب شد از لون خوش، گرچه بودن خواب آوردش به هوش. گرچه در پوشتش حسودانی زیاد، لعنت حق بر روانی جمله باد. خار گردان یا خدا یا دشمنش، هم خدا راضی و هم پیغمبرش. من چی گویم خدمتش به انتهاست، تا قیامت بهرش این دستی دعاست. یا خدایا از تو داریم التجا، سایش باشی و او باشد به ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی میرزا، ما دو سوال داریم. یکم امام مسجد ما میگوید که در یک شبانه روز خداوند جان 1000 نفر را میگیرد و یک نفرش به ایمان میرود. آیا این درست است؟ نه، این نادرست است. جان 1000 نفر نه، امروز صدها هزار نفر شاید که امروز جان اونها را پروردگار گیرد. عدد اینها را کی میداند؟ این خبری نادرست است. یک تای او با ایمان میرفت است و مثال 999 تای او به ایمان. کسی نمیداند کی با ایمان میرود کی به ایمان میرود. اینا افسانه هستند، افسانه میگن اینا را. یگان سخنم در یگان کتابم این هیچ اصل ندارد، تماما نادرست است. دوم سوال، یک مرد 5 وقت نمازش را در مسجد میخواند و میخندد و ایرا رفیقانش میگویند که تو دیگر نماز نخوان که نماز تو درست نیست. وای کم کم کسلی میباشد. آیا این نماز خواند یا نه؟ وای خواند نخواند برای آدم کسلی هیچ فرقی ندارد. میخندد، گریه میکند، وای کاری وای خواندن. آدمی سالم خندیدنش نادرست است. آدمی سالمی که باشد و بی درد باشد و در نماز وقتی که اگر خندید نمازی وای باطل می شود، فاسد می شود. لیکن برای آدمی بیمار فرقی ندارد. چگونه نمازی که می خواند وای خواندن گیرد، وای در رخصت است. السلام علیکم. اکای داملا حاجی میرزا، میگویند که اگر با دختری بیگانه گپ زنی یا با وی رسی، میگویند که این حرام است. التماس با سوال ما جان، اینقدر اگر تو در این موعظه های ما اشتراک داشته باشی و باز ندانی که با دختری بیگانه صحبت کردن حرام باشد، من نمیدانم شما کجا را گوش کردید. حرام بودنش از همون خواهر خودت، از خواهر خودت خلاصه برات. بگذار خواهرت با یک مرد بیگانه گپ دادن گیرد و تو رفته تماشا کن. چگونه خطا تصور میکنی؟ چه خیلی حس میکنی خطا؟ اگر ایماندار باشی تو در جای دیگر قرار ایستاده نمیتانی. انا من حرام بودن این علکی خودش اثبات است. حبیب خدا میگوید ایاکم و الدخول علی النساء، امر میکند بر شما باد ای امتان من، زنی که تنها باشد با او صحبت نکنید. زنی که در خانه‌ای که در حالت تنها بودن دختر با او رو پرو شده و صحبت نکنید، زیرا عاقبتش به همه ما و شما معلوم است که اونها وقتی تنها که ماندن، تنها که صحبت کردن چی میگویند. حبیب خدا میگوید لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید
خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. اگر در سر امت من یک سوزن آهنین را زیر کنند، یعنی از بالای سر شما یک میخ آهنین قطع زنند، حبیب خدا گفتند این برای شما بهتر است از او که شما این دست خدا در بدن زن نامحرم میرسانید. این دست هایی که اگر در اون زن هایی که برای شما نیکارس هستند، اگر شما دست درازی کردین، دست اونها را قپیدین و هر اعضای اونها را وقتی که شما دست دراز کردین، حبیب خدا گفتند این آسان است از روی عذابی که یک میخی که در بالای سر شما کوفته می شود. یعنی این عاقبت ناخوب دارد. جوانای عزیز، انشاءالله من در باب زنا که صحبت داشتیم، لیکن باز در این باب من برای شما صحبت میکنم که بسیار احتیاط شوید که روز به روز زنا روز به روز اوج گرفته ایستاده است. روز به روز فحش و فاحشگی ها اطراف ما و شما را اشغال کرده ایستاده. بسیار با احتیاط باشید، بسیار با احتیاط باشید. السلام علیکم اکه حاجی مرزا، من یک خواهر اسلامی با شما دو سوال دارم، میخواهم که زودتر جوابش را گیرم. یک موضوع در باب آدمانی که آدمان سطردار را هرخیله گپ میگویند، مسخره میکنند صحبت میکردید. ما در این بابا چندین بار گفتیم کسی که مسخره میکند دختری را که او با سطر هست و همچنان است که مسخره در قرآن کرده است. این انسان، من این گونه انسان مسلمان کامل نمیشمارم وقتی که اگر با یک دختری که وی سطردار باشد و یک چادر اسلامی داشته باشد و باز دیگر زن یا مردهای پیدا شوند که وی را محاکمه کنند، وی را مسخره کنند، باور که این گونه انسانها را اسلامشان اسلام نادرست است، مسلمان نیستند اینها. وقتی که یک خواهری که وی از روی ترس خدا این لباس ها را پوشیده است، باز نفرهای پیدا شود که وی مسخره کنند، این دیگر چی جای مسلمانیش میماند؟ تو وی مسخره کن زمانی که وی با بچه های بیگانه رفته آمد داشته باشد، و تو مسخره کن وقتی که وی بی حیا باشد، تو وی مسخره کن وقتی که وی لباس های بی حیاانه داشته باشد. این حالت را مسخره کنید. کسبم دوزندگی هست. کرته‌ای که من میدوزم با تن خود پوشیده کمبودی های آن را اصلاح میکنم. به من میگویند که این اوبال است، این رفتار تو در این مسئله روشنی. این اوبال نیست، یعنی همون کرته دوزهایی که برای آن که یعنی کرته دیگر انسان در بر خود میپوشن و بعض عیبها و کمبودی های این کرته را در راست آینه میگیرن، این گناه نیست. کرته یک انسان برای که و اصلاح کنی، خوب کنی، تا که همون پولی که تو گرفتی و حلال گردانی، این چی جای گناهش است؟ وای وقتی که می آید کرته را میگیرد و تمام اطراف این کرته را تماشا میکند، اگر ذره در اطراف این یک عیب داشته باشد وای قبول نمیکند این کرته را. برای همین تو حق داری که البته میپوشی کرته را و نظارت میکنی، هر کمبودی که باشد اصلاح کن، جای گناهش نیست. محترم داملای عزیز، بعد التحیات را خواندن، صلوات ها را ناخوانده سلام دادن درست است یا نه؟ نادرست است. التحیات که خواندین، صلوات ها را میخوانین، اللهم اغفر لی و لوالدی میخوانین و بعدا سلام میدهین، این حالت درست میشود. التحیات خوانده و صلوات ها را ناخوانده و سلام ناداده نماز تمام کردن، این نادرست است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. با من با این سوال جواب گردانید. مویهای سرم سفید شده است
من خینه یا کرسکه کنم همین جایز است یا نه؟ من جوان هستم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الیهود و النصارى لا یسبقون فخالفوهم. متفق علیه. حدیث متفق علیه هست که پیغمبر خدا گفتن یهودی ها و نصرانی ها ریش ها و موی های خود رنگ نمی کنند. شما ای امتی من موی ها و ریش ها تان رنگ کنید گفتند. خب میگذاریم حدیث دیگر. وقتی که ابوبکر صدیق فتح مکه شد، مکه را وقتی که پیغمبر با مجاهدهای خود وقتی که آمد و اشغال کرد گرفت، ابوبکر پدر خود ابو قحافه را نزد حبیب خدا آورد. پیغمبر خدا وقتی پدر ابوبکر دیدن، ریش و موی این پدر ابوبکر مثل سقامه بود. میگوید در حدیث سقامه گفته یک درختی که هم میوهش سفید است هم گلش سفید است. و رسول اکرم چی گفتند؟ غیروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم. ابوبکر گفتند ریش و موی سفید پدرت را تغییر بده، رنگ کن، لیکن از رنگ سیاه اجتناب کن، رنگ سیاه نکن. خینه ببند، رنگ سرخ کن، رنگ زرد بکن. پیغمبر گفتن در حدیثات، لیکن رنگ سیاه نکنید. از رنگ سیاه پیغمبر خدا من کردن. در مسئله میگوید اگر مجاهدهایی که مثال جنگ میکنن، اونها اگر موی سرشون سیاه کنن برای اونها اجازت است. دیگر برای غیر اونها به هیچ کس درست نیست که موی سرش سیاه کند. ما و شما ندیدیم، اگر ما و شما خارج سفر کنیم، در خارج میبینیم که موی ها و ریش های مردم خینه بسته شده، سرخ هستند، زرد میکنند، سرخ میکنند، لیکن سیاه نمیکنند. خینه بستن، هینه بستن، چی در پای هامان، چی در ریش هامان، چی در موی سرمان، این سنت پیغمبر است. و سرمه کشیدن هم در چشم ها، این سنت پیغمبر است. اینا را افسوس که در ما و شما، یعنی از زمانهایی که ما و شما نشنیدیم و این حدیث ها شاید که به پیشواهای ما و شما نرسیده بود که در بین ما و شما اعلانش کردن، مردم ما و شما از این سنت محروم مانده است. یعنی خینه کردن موی سر، ریش، اینها را جایز است. یا رنگی زرد کردنش هم پیغمبر اجازت دادن، لیکن از رنگ سیاه گفتن اجتناب کنید، سیاه نکنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. اکای حاجی میرزا، من استقامت کننده دهه قبچاق می باشم و کسیته های شما را هر هفته برده گوش می کنم و مادر من شما را از روی سخنهای شیرینتان بسیار دوست می دارد و در حقتان دائم دعای نیک می کند و امروز بیمار خواب است. از شما خواهش می کنم که در همین ساعتهای قبول دعا در حقش دعا کنید که خداوند بر مادر من شفا دهد. با احترام، مخلص اشدی شما از دهه قبشا. خدای مهربان این مادری که از این جمعیت ما دعای خیر کردن، طلب دعای خیر کردن، خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، خداوند زبان شما را براتر گرداند. داملای عزیز، یک سؤالی دارم. من 3 سال پیش خانه‌دار شدم و عائله من در زکس فتح پوشیده بود. آن وقتا من نمی فهمیدم که این فتح پوشی در نکاح انسان زلال می رسانیده است. امروز که فهمیدم داملای عزیز، آیا من از سر نکاح کنم یا نکنم؟ با احترام، مخلصی دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد. خداوند در سوره هود در آیه 114 او میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الحسنات یذهبن السیئات. نیکی های شما گناه های شما را کوره میکند. یعنی وقتی شما نفهمیدین
با این عملهای شنیع، با این عملهای نادرست چنگ زدین و امروز که فهمیدید و شما امروز به حسنات قدم زده ایستاده این، شما الک نمازخوان شدید، از خدا ترس کشیدید. این الحسنات یذهبن السیئات، این نیکی های شما آن گناه های شما را پوشیده میگرداند، نابود میکند. فقط اگر این برگشتن شما برگشتن حقانی باشد، دروغ نباشد. امروز که فهمیدی عمل کن، انشاءالله خداوند برای تو هیچ ضرر زیان دیگر نمیرساند. و پیغمبر خدا میگوید اتبع السیئة الحسنة تمحوها. شما وقتی که یک گناه دکی قدم زده بودید، از پسش نیکی کنید، نیکی های شما گناه های شما را خورده نابود میکند. برای همین انشاءالله من برای شما اون جوان هایی که به این گناه ها دست زده بودند باز تأکید میکنم که این نیکی های شما، این عبادت های شما الکی اون گناه های شما را نابود کرد. شما الکی توبه اساسی را به سوی پروردگارتان کنید، انشاءالله دیگر در نکاح شما و در حیات شما هیچ زلل زیان پیدا نمی شود. فقط دویم باره به این گناه دیگر چنگ نزنید و فهمید که اسلام شما انا همین نمی خواهد که باید خواهر ما و مادر ما باید که بی حیا نباشد، باید لباس های اسلامی در بر داشته باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش مر خدای عز و جل را و درود محمد مصطفی را. اما بعد سلام بر شما داملای محترم حاجی میرزا. از شما خواهش و التماس میکنم با این سوال ما در همین جمعه جواب دهید که ضرور است. درباره نمازهای قضا پره گپ میزدید. نمازهای قضا را من گفتم برای شما که نمازهای قضا را خواندنش واجب است. یعنی کدام شما اگر نمازهای قضایی داشته باشین، یعنی 1 سال و 2 سال هایی که نخوانده بودین نمازهای قضایی تانه، نمازهای وقتی تانه، امروز اونها را باید شما قضایی خوانید. یعنی برای هر کدام او اگر شما نیت کنین که من 1 روزه نماز قضا میخوانم، مثال از نماز بامداد سر میکنم تا نماز پیشین عصر و شام و خفتن تا نماز ویترم قضایی خوانده میشود. یعنی 1 اذان گوید در دیگرش قامت گفته خواندن گیرید. برای همان نمازهای قضایی تان 1 اذان کفایت میکند. در هر کدام او اذان نگویید، قامت گفته و نمازهای قضایی تان خواندن گیرید تا که چند سالی از شما قضا شد همونها را 1 به 1 نویسانید تا که شما مثال فهمید که کدام وقت نمازهای قضایی شما تمام شد. 1 سال باشد 2 سال باشد حساب کنید، هر روز 1 روزش خوانید. سال 5 وقت نماز قضایی تان هر روز 1 روزش که خواندی 1 روز خط زن که مثال از 366 روز 1 روزش علاقه تمام شد. گفته هم تا حساب کنین انشاءالله شما بعد از چی است؟ بعد علاقه شما صاحب ترتیب میشوید. با صاحب ترتیب و باز قانونهاش دیگر است که اگر تا نماز مثال انسان نماز عصر دا باشد پیشینش نخوانده باشد، نماز عصرش برای درست نمی شود تا وقتی با پیشینش نخواند. اونا را با صاحب ترتیب میگویند. یعنی برای صاحب ترتیب شدن شما باید که این نمازهای قضایی تا نخوانید. محترم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، برادری دارم که زن خود را 3 طلاق داده با جای خواهر خوانده است و با او زندگی دارد. اگر از این باب با او گپ زنیم با جهل شده با ما جنجال میکند، چیکار کنیم؟ یعنی شما حقی خودتان گفتید و البته مردی که زنی خود 3 طلاق میدهد دیگر با او زن زندگی کردن میتواند تا اگر رفته در همون اداره مفتیات مراجعت کند، راهها داشته باشد اونا برای او بیان میکنند. اگر راهها نداشته باشد دیگر با این زن این مرد را زندگی کردنش جایز نمی شود، درست نمی شود. و هر باری که با او خانه‌داری میکند این در حکم زنا می درآید. همچنان است که با یک زن بیگانه و چیکار کرده ایستاده است؟ خانه‌داری کرده ایستاده است. و او فرزندهایی که در خانه تولد می شود او را ولد زنا می گویند. اونا فرزندهای حرامی هستند.
برای همین البته به البته، یعنی این برادر از روی دلسوزی و از روی اسلامداری که برای این برادرش مراجعت کرده است، باید این برادر قبول سازد، رفته مراجعت کند. اگر داشته باشد شرایط باز زندگیشان دوام دهد، اگر نداشته باشد شرایطاش نباشد، باید ترک کند. تمام طلاق کردی، تمام دیگر تو از زن جدا شدی. اول باید طلاق نمی کردی، مادام طلاق کردی اکنون دیگر باید که به همون قدرت و با همون سیاستی که داشتی اکنون رفتن گیر دیگر پس نگرد. امروز بسیار از جوانایی که بیچاره میان 3 طلاق کردین در حالت مستی، در حالت غضب، در حالت فلان گفته، باز میخواهند زندگی کنند. برای همین ما که یگان مفتی هم نیستیم، فتوا دهنده هم نیستیم، به همه شما مراجعت میکنم. مفتیات اداره خاصه در باب طلاق و نکاح دارد، میرین در همجا مراجعت میکنین، مرحمت کارتان همونها حل میکنن. السلام علیکم داملای عزیز، من مهمان هستم، میخواهم با همین سوال من جواب دهید. آدمان میگویند که مرده میکشد، همین راست است یا دروغ؟ این دروغ است. هیچ وقت مرده هیچ کس نمیکشد. اگر چمین گپ ها در بین ماها هست، حتی همون پدر نمیمانند که نزد همون گوری فرزندش رود. حالا که باید پدر فرزند در لحد باید که پدر گذارد، نمیگذارند، زنها نمیگذارند، نرو که مرده میکشد. وقتی مرده که کشید، این آیه های قرآن که هر یک انسان اجل دارد، ساعت دارد، این کجا می شود؟ مرده هیچ کس نمی کشد. این دروغ است، تماما به اینها باور نکنید. حتی همون پدرهایی که فرزنداتون از دنیا میگذرد رفته با دست خود در لحد گذارید و اونجا در حق او دعا کنید. کاش که او فرزندهایی که شما در لحد ماندید، اونها برای شما شفاعت کننده در روز قیامت شود. شما سخن داملاهاتون گوش کنین، سخنهای اون زنهایی که هیچ دلیلی ندارن، هیچ علمی ندارن، با اونها شما تکیه نکنید. داملا در بر ردنامه گرفتن جایز است یا نه؟ ردنامه ای که اگر خالی از شرکیات باشد، یعنی اگر در مثال پهلوی ما و شما، در بر ما و شما اگر همون آیه های قرآن باشد جایز. غیر آیه های قرآن که نقشه ها میکشند، رقم ها میکشند و هر گونه رسم ها میکشند، اینا در پهلوی ما و شما بودنش ناجایز است. فقط آیت قرآن باشد میلش، غیر آیت قرآن برای ما و شما جایز نمی شود. داملا بعد السلام علیکم و رحمت الله باز چی میگویی؟ هیچ چیز نمیگویی، همین قدر میگویی السلام علیکم و رحمت الله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. البته به البته چگونه ای که خداوند میگوید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آن کسانی که عالم هستند و آن کسانی که عالم نیستند آیا در قدر و در قیمت برابر هستند؟ خدا میگوید نه، بلکه عالم ها درجه خاصه ای دارند. چگونه ای که در رفتی گپ ما و شما میگوییم پرهنر از بیهنر بالا نشیند عیب نیست، یعنی عالم همان شخص پرهنر است. لیکن اگر کدام عالم و کدام داملای اگر شرایط داشته باشد، اونم باید که برابر مردم چیکار کند؟ در خیر و سخاوت کوشش کند. این معنای را ندارد که اگر پیشوایی که علم داشته باشد و همه شرایط های زندگیش مهیا باشد لیکن وی خیر و سخاوت نکند، این معنای را ندارد. باید که بیشتر باز عالم یا پیشوا باید که وی با خیرش زیادتر باشد. چگونه ای که به مردم خودش تبلیغ میکند.
لیکن مادامی که اگر شرایطش نباشد باید ما و شما مجبور کردن نمیتونیم. و دیگر فضیلتی که پیشواها دارن این است که وقتی بر یک انسان یک بسم الله الرحمن الرحیم تعلیم دهد، از هزار خیر احسانی که دیگر شخصان انجام میدهند فضلش بالاتر است. وقتی یک عالم اگر یک ساعت یا از او کمتر در بین مردم تبلیغ میکند و مردم به سوی خدا دعوت میکند، اگر تو ماه در راه خدا خیر احسان کنی به ثواب او برابر شدن نمیتونی. اینش هم باید ما و شما فراموش نکنیم. و دوم سوالی که کردن، در وقت امر معروف رفته ایستاده باشد نماز تحیه مسجد خواندن درست است یا نه؟ این نزد مذهب ابو حنیفه اگر در حالتی که پیشوا داملا امر معروف دارد تحیه مسجد خواندنش مکروه است، ممکن نیست. این امر معروف باید که اون چیکار کند؟ باید گوش اندازد. تحیه مسجد را نزد مذهب ابو حنیفه مستحب خواندن، گفتن مستحب است تحیه مسجد خواندن. یعنی شخصی خواننده به سبب نخواندنش گناهکار کشتار دوچار کرد، قیامت او چی می شود؟ به ما فهمانید. بابای حاجی، من از شما پرسیدنیم که در بین شام و عصر خوردن درست است یا نه؟ این را نوشته است مادر علم دیده. یعنی بین عصر و شام خوردن هیچ زللی ندارد. من ندیدم در یگان حدیث پیغمبر خدا یا یگان مسئله که بین عصر و شام خوردن ناجایز باشد. اگر شخصی را که نماز عصرش خواندگی باشد، برای وی خوردن بین عصر و شام هیچ زلال زیانی ندارد. اون بعضی مسئله هایی که مردم میگویند گویا که فرزند او از آب کوثر محروم می شود و دیگر مسئله هایی که میگویند، اینا هیچ اساسی ندارند، اینا معنی هم ندارند. یعنی بین عصر شام با طریق اولا جایز است که شما طعام خورین. و شخصی که مجبوری خودش را به قتل میرساند، هلاک میکند، حالی او چگونه است در اسلام؟ خداوند در قرآن در سوره نساء به ما و شما گوشزد میکند، خبر میدهد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. خداوند امر میکند ای بندگان من، ای مردم، شما خودتان را به دست خودتان به قتل نرسانید. پروردگار شما برای شما رحیم و مهربان است. این امر الهی است که شما با دست خودتان را به قتل نرسانید. خدای شما با شما مهربان است. تو الکی یک جنایت صادر میکنی، امر پروردگار تا پایمال میکنی. خدا به تو میگوید خودت را به دست خودت قتل نکن، تو سخن پروردگار را قبول نمیسازی، بلکه خودت به هلاکت میرسانی. از حساب چی؟ از حساب زندگی، از حساب مشکلات هایی که بالای شما می آید، از حساب دردی که شما را غم می دهد. باید انسان با صبر باشد، باید انسان با تحمل باشد. باید در هر یک مصیبتی که به سر او می آید، چه از جهت خانه‌داری است، چه از جهت بیماری است، چه از جهت زندگی او پیدا می شود، باید وی از این مصیبت ها فرار نکند، باید نگریزد، باید بلکه در اینها صبر کند. و خداوند همراه صابران است، او را خداوند اجر می دهد.
اگر هر نفری را که این گونه زندگی های مشکل بالاش آید و وی خودش را به هلاکت رساند، پس این چی معنی پیدا میکند؟ امروز اکثریت مردم در مشقت از حساب یا از زنداریش است یا از حساب فرزندای ناخوبش است گرفتار هستند و اینها اگر دستی با قتل زنند، اینها همه در نزد پروردگار گناهکار می شوند. یک حدیثی را من برای شما الحال می خوانم، برای شخصانی که خودشان را با دست خودشان قتل می کنند. چند جوانها را اگر یاد داشته باشین، از حساب عشق، از حساب دختربازی خودشان را به هلاکت رساندند. چندین دختری دیگر هم از حساب آن که این جوان او را در نکاح خود ندر آورد، وی هم خودش را به هلاکت رساندگی است در همین شهر ما و شما. کان فی من قبلکم رجل به جرح فاخذ سکینا فحز بها یده فما رقاء الدم حتى مات فقال الله بادرني عبدی بنفسی فحرمت علیه الجنه. پیغمبر خدا گفت که در امتهای پیشین، امتهایی که پیش از من گذشتند، یک نفری بود که یک جراحت در بدنش داشت، یک جراحت بود، یک زخمی بود که وی غم میداد، دقت میداد، درد میکرد. این مرد به یک حالت آمد که دیگر طاقت کرده نتانست و کار در گرفت و همین شاهرگهایی که وجود دارد که در بین دست ما و شما رگهای کلانی که هست، همین ها را میگه به کار برید تا که خونی او تیزتر براید و این مرد جانش از همین دنیا خلاص شود، از این درد خلاص شود. رسول اکرم گفتن وقتی که این مرد این عمل انجام داد، خداوند چی گفت؟ بادرنی عبدی فحرمت علیه الجنه. بنده من در حیات خودش رحم نکرد، بلکه خواست که پیش از مهلت از دنیا گذرد. از این خاطر من بر این گونه بنده ها جنت حرام گردانیدم. کسی که اگر خواهد که پیش از مهلت، پیش از ساعت اجلش، یعنی با مرگ الهی نه بلکه با دست خودش را به قتل میرساند، خداوند بر او وعده دارد فحرمت علیه الجنه، من حرام گردانیدم آن جنت جاودانی را، آن جنت پرناز و نعمت را برای این گونه بنده های ناشکر حرام گردانیدگی هستم. حیات این نعمت است. این نفس هایی که شما میکشید، این تن صحتی که شما دارید، اینا یک نعمت کلانی هستند. شما برای اندک معامله های دنیایی وقتی دستی به کشتار میزنید، دستی با قتل میزنید، خودتان هلاک میکنید، شما یعنی نفرت از نعمت پروردگار کردید. از این خاطر در هر معامله، در هر مصیبت شما صبر کننده باشید. انشاءالله هر یک میگوید پایان شب سیاه سفید است. هر یک مشکلات با آسانی دارد. فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. خداوند در قرآن میگوید هر یک مشکلات برای خودش آسانی دارد. هر یک مشکلات برای خودش آسانی دارد. امروز اون معامله که بین زن داری، جنجالی که در عائلت داری، گفتی شاعر زندگی آینه بیش و کمیست، هر شب در آسمان ستاره نیست. در آسمان هر شب ستاره زار نیست. زندگی دوستان خدا را اگر ورق زنی، چی مشکلات بالای اونها بود، چی عذابهای اونها داشتند، چی زبان درازی های از جانب زنها میشنیدند. لیکن عزیزان ما و شما دستی به کشتار نزدند، بلکه اونها صبر کردند. و جوانها، من برای شما چندین بار خبر دادم، عشق ورزی نکنید.
عاقبت عشق به نهایت سیاهی کلان دارد. شما به همه جنایت دست میزنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. در نماز خواندن سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا را از 3 بار زیاد خواندن جایز است یا نه؟ ما و شما وقتی که رکوع میکنیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یا سجده میریم سبحان ربی الاعلا. پاک هستی تو ای پروردگار ما، چی بزرگ هستی ای پروردگار ما. ما وقتی این کلمات ها را که یاد میکنیم، اینها را کمترین تسبیح 3 بار است. یعنی اگر مبادا شخص امام باشد، برای قوم همین 3 بارش کفایت کننده است. چگونه پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که شما تنها گذار باشین فلیطول ما شاء، چند قدر دراز میگوی گفتن بگیر. 5 بار میگوی، 7 بار میگوی، 9 بار میگوی، 11 میگوی، 13 میگوی، یعنی عدد طاق. تا چند باری را که سبحان ربی الاعلا میگوی، سبحان ربی العظیم میگوی، سر در سجده بمان. در سجدگاه چی دعایی که میکنی کردن بگیر، چی درخواستی که داری در حالت همون پیشانی را در بالای جای نماز ماندن، پیغمبر خدا گفتن یک موضع اجابت دعاست. وقتی آدم پیشانیش در سجدگاه میماند، سبحان ربی الاعلا را انجام میدهد و باز دیگر مناجات ها و دیگر طلبات هاش را پیشنهاد میکند، خداوند وی قبول میکند. اگر شما تنها گذار باشین، در حالت امام باشین، از 3 بار زیاد نکنین. داملای محترم، مادر من بیمار است. با تیمم یا کج پهلو کتاب قرآن خواندن ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر کدام مادر یا پدری که بیمار باشد، نشسته نتواند، اگر در حالت کج پهلویی اگر قرآن خواند با طریق اولاد درست است. زیرا که خداوند در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده را از قوتش دیده زیاد ما تکلیف نداریم. از بنده آن مقدار طلب داریم که قوت او را داشته باشد. بین ماه مبارک رمضان در 1 سال 1 بار می آید، لیکن خداوند میگوید وقتی شما مریض باشید بندگان من، روزه را بخورید تا وقتی که شما شفا یابید. بندگان من، اگر شما راستا نماز خواندن نمی توانید، نشسته نماز خوانید. نشسته نمی توانید، کج پهلو نماز خوانید. اینقدر سبکی های برای ما و شما وجود دارد. بنده من، مسافر می شوی، اگرچه با بهترین تکنیکه های زمان می روی، هیچ مشکلات بالای تو نمی آید، حتی در بدنت عرق پیدا نمی شود. تو مسافر می شوی، روزه را بخور، جایز برای تو مسافر هستی. این گونه سبکی ها در دین اسلام ما و شما موجود است. از این خاطر هر مادر و پدری که چگونه که خدا را عبادت کرده می تواند عبادت کند، جایز است. السلام علیکم داملای شیرین زبان. من از شما خواهش میکنم که با این سوال من جواب دهید. در مسجد شخصی که زن ندارد پیش در آمدنش ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر شخصی که زن نداشته باشد لیکن عالم باشد و شخصی که زن دارد و مثل او علم ندارد، وای در نزد این شخص بی زن جایز نیست که پیش در آید. عالم همه وقت پیش می در آید. زن دارد ندارد باید که وای پیش در آید. زن داشتن در شرط امامتی داخل نمی شود. برای امام یعنی شرط های اساسی همین است که وای عالم فقه باشد، وای عالم فقه باشد، مسئله ها را فهمد. در داخل نماز باید که واجب از فرض جدا کرده تواند، سنت از واجب جدا کرده تواند. کدام عمل او سنت از کدام عملش واجب است. با ترک این
نماز فاسد می شود، مکروه می شود، این عمل مباح است، چی هست، اینها را فهمیدن لازم. این برای امام شرط است. برای من یک برادر اینجا سوال کرده است، اگر قاری قرآن در مسجد باشد و یک عالم در پیش باشد، آیا قاری قرآن پیش می درآید یا عالم؟ عالم هزارها مرتبه از قاری قرآن بالاست درجهش. اگر 100 قاری قرآن در داخل مسجد باشد، یک عالم در پهلوشان باشد، عالم حق دارد پیش درآید. قاری قرآن اینها یک رکن نماز می دانند، فقط قرائت می کنند، لیکن عالم از همه رکنهای داخل نماز با خبر است. برای همین برای امام شرط همین است که باید که فرض و واجب و سنت و مستحب و مکروه و مباح و این عملها را داند. یعنی زن داشتن و نداشتن او در شرط امامتی داخل نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز، من یکی از مخلصان اشدی شما. راست گپ من برای اولی که به مسجد شما قدم گذاشتم، هوس من به نماز جمع خانی دوچند و دهچند شد. از خدای متعال آرزو دارم که علم و دانش مهارت شما را با همه داملاهای مسجدهای جمع خانی دیگر نصیب گرداند و ما از امر معروف های آنها بهره‌ور شویم. راست گپ من در اداره دولتی کار میکنم. وقتی که به نماز جمعه رحکی میشوم، کار دیگری را بهانه کرده دروغ میگویم و به نماز جمعه میآیم. نمیدانم که این دروغ من گناهگار میشوم یا نه. سوال من به شما چنین است، من در یکی از امر معروف های شما شنیدم که 7 گناهی هست که آدمان از رحمت پروردگار بی نصیب میشوند. برای مثال با دست ریزاندن شهوت در حالت حیض، با زن خانه‌داری کردن یا به حیوان رسیدن. اگر بنده یکی از این گناه ها را در آوان جوانی از روی نافهمی کرده باشد، حالا پشیمان شده توبه کند، آیا از رحمت خداوند بی نصیب می شود یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی ما 7 گناه گفتیم که حدیث پیغمبر است که روز قیامت از رحمت پروردگار دور هستند. که چگونه که این برادر 3 گناه این یادآور شد. اگر این گناه ها را کدام از ما و شما در حالت جوانی کرده باشیم و امروز به سوی پروردگار بازگردیم و گوییم ای بار الهی، ای بار خدایا، ما هر گناهی که تا امروز کردیم از نافهمی بود، از جهل بود، از نادانی بود، امروز که فهمیدیم که این جنایت است، این گناه است، توبه به سوی تو کردیم. خدایا مرا ببخش. خداوند شما را میبخشد. رسول اکرم میگوید التائب من الذنب کمن ذنب له. توبه کننده از گناه مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. من دیروز در نماز عید به همه شما خبر دادم و در باب توبه کمی صحبت کردم. جوانای عزیز و برادرایی که امروز سین سال شما به 50 و 60 رسید و امروز قدم اولین به مسجد گذاشتین، شما از ملامت هیچ کس نترسید. خداوند شما را همچون بنده به درگاه خودش قبول کردگی است. اگرچه تا امروز تو عرق نوشیدی، اگرچه امروز تو صدها زنا را انجام دادی، اگرچه امروز تو دیگر گناه ها را صادر کردی، امروز که به مسجد آمدی، امروز که تو بالای جای نماز بر آمدی، خداوند همه گناه های تو را به نیکی ها مبدل کردگی است. این وعده پروردگار است. این حدیث پیغمبری خداست. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی گناه میکند، توبه میکند، خداوند توبه او را قبول میکند و این شخص مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. برای همین برادرای عزیز و پدرای مهربان، از همه شما خواهش میکنم، همون فرزند یا برادری که در پهلو میبینیش
و تا دیروز وای عرق خور دیده بودی، تا دیروز وای زناکار دیده بودی، تا دیروز وای دروغگو دیده بودی، وای ملامت نکن، بلکه بگو بسیار خوش آمدی، خوش به حالت که 1 ساعت پیش آمدی، بسیار کاری نیک کردی. با این گونه صحبت ها ما باید دل وای به دست گیریم، نه اینکه وای ما و شما از مسجد گریزانیم. تا دیروز تو عرق نوش بودی، امروز باز تو نماز خوان شدی. خودت چی بودی؟ تاریخ خودت اگر ورق زنن از دیگ دهم سیاه است. خدا در قرآن میگه ولا تجسسوا، یکدیگر را جستجو نکنین، از تاریخ یکدیگر یادآور نشوین. اگر شما تاریخ حضرت عمر خوانین، به سوی خدا پناه طلب میکنین که چه عملهای نادرستی کرده بودند. یکی خدا که هدایتش کرد، امروز 1.5 میلیارد مسلمان روی دنیا حضرت عمر میگویند. دحیه کلبی 60 سال پادشاهی کردند، میگوید 60 نبیره و دختری خودم به دستی خودم قتل کردند. که خداوند بخشیدش. وقتی وی لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، خداوند از کل گناه های او درگذشت. برای همین هر یک انسانی که توبه میکند به سوی خدا بازگشت دارد. من برای همه شما سخن خدا و پیغمبر اعلان میکنم که خداوند شما را بخشید. 10 سالی که تو گناه کردی، 10 سال تو نماز خواندی، 10 سال تو عبادت کردی. ناامید نشو، بلکه آمده از صحبت ها برخوردار شو. عبادت تا 2 چند کن، آب چشم تا زیاد کن. و این دروغی که این برادر گفته است، برای آنی که در کار حکومت برای او یگان سختی نرسد، این من حتی از یک داملای کلان پرسان کردم. اون حضرت گفتن جایز است، جایز است که برای اگر نماز و اگر یگان دروغ استفاده برده و آمده نماز خواند. اگر چنده که مثال دروغ در حدیث های پیغمبر میگوید برای در حرب، یعنی در حالت جنگ، الحرب خدعتون گفت از پیغمبر، جنگ خودش فریب است. یعنی جاتا از اینجا ایواز میکنی، از اینجا ایواز میکنی برای دفاع کردن جان خود از دشمن. این هم یک نمود فریب است. این رسول اکرم اجازت دادند. و دیگر فریب، این دیگر دروغ جایز است اگر بین 2 آدمی که قهری باشند. ما رفته پیشی او کس میگوییم که وی بسیار پشیمان شده است، حالان که وی پشیمان هم نشده است. ولی امروزه قهری های ما و شما برعکس تکبری دارند، فخر میکنند. اگر ما رفته از جانب اونها گوییم که وی پشیمان شده است، وی خودش را هر روز ملامت میکند که این چی کار نامعقول بود، اگر این گونه سخنهای دروغ هم استفاده بریم تا که دل وی نرم کنیم و اینها باز با یکدیگر آشنا شوند، این دروغ هم جایز است. و دروغ دیگری که جایز است بین زن و شوهر، اگر یعنی جدایی اگر پیدا شده باشد، اونها را باز برای یک جا کردن و زندگی اونها را مستحکم کردن. اگر ما دروغ هم که گوییم، پیش زن رویم گوییم که مرد پشیمان شده است و این میگوید که کاش که یک بار دیگر باز زندگی کنم، و پیش شوهر رفتم مثال از حساب زن گپ زنیم که زن تو هر روز گریان است و باز زندگی دوباره میخواهد. این گونه سخنهای دروغ هم اگر استفاده بریم برای یک جای شدن زندگی اینها هم جایز است. السلام علیکم داملا حاجی میرزا. داملای عزیز، همه آبادی مسجد از برکات شماست و ما نیز از 90 کیلومتر پیش شما می آییم و روز و شب در حق شما دعا میکنیم. یک سوال داریم: آیا در قبرستان اگر در پهلویت شخصی را بیارند و گور کنند، از او ضرر یا فایده هست یا نه؟ با احترام. آیا در قبرستان اگر در پهلویت شخصی را بیارند و گور کنند،
از او ضرر یا فایده هست یا نه؟ با احترام مخلص شما. سوال دوم، به دعوت به خانه که صدقه کرده است رفتن چه خیل است؟ اگر ما و شما در گورستان، این سوال این برادر این است که در گورستان اگر در پهلوی تو نفر را بیارن، آیا از حساب او همون همسایش عذاب یا راحت میبیند یا نه؟ در حدیث های پیغمبر میگذارد، در قصه ها هم میآید که از پیغمبر خدا این سوال کردن: ای پیغمبر خدا، اگر در قبرستان در پهلوی من یک شخصی نیکی را، خوش اخلاقی را اگر آورده و گور کردن، آیا از او به من یگان فایده ای هست؟ رسول اکرم گفتند آیا اگر وی زنده می شد و اگر همراه او تو یک جا بودی یا در همسایگی او زندگی می کردی، آیا از او به تو چیز فایده می رسید؟ گفتم بله، فایده می رسید. گفتند مادامی که اگر در حیاتت در پهلوی آدمی نیک باشی، در همسایگی آدمی نیک باشی، از او به تو فایده که رسد، در مردنم انا همین احوال است. این اگر در پهلوی ما و شما نفری را خوابن که وی عالم است، وی شهید است، وی روزدار است، وی با نماز است، وی عبادت کننده است، خوش به حال ما و شما. لیکن اگر در پهلوی ما و شما نفری را خوابانند که خیلی بد اخلاق، بد گفتار، بد کردار و دیگر عملهای ناشایسته ای را در دنیا انجام داده باشد، ضرر او به همسایش می رسد. یکی از صالحان حکایت می کند، پیری او کس می گوید من این شاگردی خدا در خواب دیدم که خیلی احوالش بد، خیلی چهرهش زرد و گریان بود. وقتی که روز شد بسیار غمگین شدم که این شاگردی من احوالش خیلی بد است. وقتی از بین میگوید 3 روز گذشت، باز همین شاگردی خود در خواب دیدم که این دفعه در یک باغزار چمنزار سیر و سیاحت میکرد. بسیار وقتش خوش بود. پرسان کردم ای دوستی خدا، 3 روز پیش من تو را در دیگر احوال دیدم، امروز احوالت خیلی نیک دیدم، چی سبب دارد؟ گفت در اصل وقتی که مرا در قبر خوابانیدن، بعضی عملهای نادرستی که من انجام دادم خدای خود غضبناک یافتم. لیکن 3 روز بعد در پهلوی من یک عالم را آورده خوابانیدند که خداوند از شفاعت این عالم 40 همسایه اطراف قبرستان شفاعت کرد. 40 نفر دیگر از عذاب الهی خلاص یافتند به حاضر شدن یک عالمی که در قبرستان خوابانیده شد. از این خاطر از همسایه قبر هم تأثیر برای ما و شما می رسد. ابوبکر وراقی را حکایت میکنند که گفته بود است به گورستان از آن روزی که خوابم چنین در گریه و حال و تباهم. ابوبکر وراقی هزارها شاگرد داشتند، خدمت‌های شایسته در اسلام کردند. گفتند از آن روزی که در همین گورستان پای قدم کردم، هیچگاه از گریه خالی نبودند. اینا استادش نقل میکند. وقتی پرسانش کردند چرا اینقدر گریه میکنی، تو اینقدر خدمت نشان داده هستی، اینقدر آدم پاکیزه بودی، وی گفته است به گورستان از آن روزی که خوابم چنین در گریه و حال و تباهم، که هر مرده بیارن سوی گورستان، ندارد ده یکی او نور ایمان. از این گریه دارم، از این احوال من بد است که 10 نفری که میارم به گورستان، هر کدامش که در قبر میگذارند
خبر او اعلان می شود که این آدم ایمان نآورده است. این عذاب من، این دهشت ها و این غم منم از حساب همین است که این بندگان خدا به ایمان به خانه آخرت خود سفر کرده ایستادند. و دیگر مسئله گور در اینجا صحبت شد. برادرای عزیز، در بالای قبرستان ها اسراف نکنید. بالای گورستان ها در این سیمنت هایی که برده میریزین، مقبره هایی که شما میکنین، اینها از روی دستورات اسلامی جایز نیست. اینا در اسرافات میدرآید. اینا اسراف هستند. اسلام ضد اسراف است. اسراف نمیخواهد. اسرافکارها را دوست نمیدارد. باید که قبرستان های ما و شما، قبرهای ما و شما عادی باشند. برای نشانه میلش یگان سنگی را اگر برده گذاشتیم، در اون هم اینقدر آیه های کریمه می نویسند، بسم الله الرحمن الرحیم می نویسند، تاریخ سال می نویسند، شعرها می نویسند. اینها را ننویسید، اینها جایز نیستند. بالای قبرهاتون گچکاری نکنین، حدیث های پیغمبر است. بلکه می توانین در قبرستان هاتون درخت شینانین، قبرستان ها را به گلزارها مبدل کنین. قبرستان ها یک منظره های زیبایی شوند. اون گل های تر و تازه تسبیح مرده را میگویند. لیکن این مناره هایی که شما میکنین، اینقدر اسراف هایی که بالای گورستان ها میکنید، اینها را اسلام برای شما رخصت نمیدهد. شما گناهگار میشوید در این مبلغ هایی که در اون مقبره های بالای گورهاتون صرف میکنید. حضرت مولوی جنونی را خدا رحمت کند میگوید اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پر در لحد گر اژدهار است. چی فایده دارد بالای قبرها را اینقدر نقش و نگار کردن وقتی که داخل قبر از اژدهار خالی نباشد؟ وقتی داخل قبر عذاب داشته باشد، این نقش و نگار به کی فایده دارد؟ برادرای عزیز و پدرای مهربان، همه شما آینده زیر قبر می روین. کاری کنین که داخل آباد کنین، بیرون آباد کردن هیچ معنی ندارد. میلش از گورهای پدر و مادرهامون خبر میگیریم، اطرافهاش را تازه میکنیم، سبزگاری میکنیم، درخت میشینانیم، لکن عمارت نمیکنیم. عمارت جایز نیست. در مسئله ها من چندین بار خبر دادم که حتی اگر گورکنها در داخل قبر ساعتش فراموش کند، لباسش فراموش کند، یا بیل میکندگیش فراموش کند، اگرچه در اسلام قبر دوباره کندن جایز نیست، لیکن برای آن که این ساعت فراموش شده است، یا لباس فراموش شده است، یا بیل فراموش شده است که به این آدم های زنده محتاجند، برای این اسلام رخصت میدهد که قبر دوباره کنین. ببینید در لحد غشت پخته ماندن مکروه است میگوید. برای چی؟ برای که به غشت پخته آدم های زنده محتاج هستند. یا اگر در لحد تخته مانی مکروه است میگوید. برای به تخته آدم های زنده محتاج هستند. برای مرده چی در کار اینها را نکنید برادرای عزیز. اینا احترام پدر و مادر هم نشان نمیدهد. شما در دنیا دعای پدر و مادر را گیرین، این بهتر است از او که بالای قبر او را اگر تو طلایی کنی. بسیاری فرزندها هست که پدر و مادر را در حیات ناخشنود میکنن، خفه از دنیا روانشان میکنن و بعدا چیکار میکنن؟ بعدا دیگر میبینی که هفته ها نان دادن، بعد بالای قبرهاشون دیگر میبینی که هر گونه نقش نگار دادن، وای به تو فایده نمیکنه. پدر و مادر در حیات دعاش بگیر، در حیات با او معامله نیکن. این است بردی شما. و دوم، سوالی که این برادر ما کردن، به دعوت خانه‌ای که صدقه کرده باشد رفتن درست است یا نه؟ امروز انشاءالله من باوری کامل دارم که این مسئله خیلی حل خودش یافتگی است. اگرچند که در دوره‌های کمی چند سال پیش بعضی از شعارهای نادرست و بعضی از تبلیغهای نادرست وجود داشت که هر جایی که اگر صدقه را شنیدین
یا نان را شنیدین حتمی روین. این دروغ است. صاحب 4 کتاب خدا رحمت کند میگوید اول آن باشد که مانندی مگس، مردی ناخوانده شود مهمان کس. هر کی او مهمان کس ناخوانده شد، نزد مردم خار و زار و رانده شد. آدم ناخوانده گفته است حکم مگس دارد، حکم پشه را دارد. پشه را بینین از این خانه به او خانه، از او خانه به او خانه حرکت میکند، عاقبت در یک خانه میزنن نابودش میکنن. آدمی که دعوت نداشته باشد، آدمی که او را به سوی اون خانه نخوانده باشند ترک کنین. این دروغ است که نانشونیدین باید که رفتن واجب باشد. اذا دعی احدکم فلیجب فان کان صائما فلیصلی و ان کان مفطرا فلیطعم. پیغمبر خدا گفتند وقتی اگر کدام از شما را به کدام خانه دعوت کردن فلیجب، اجابت کن، رو به اون خانه. اگر تو روزدار باشی در اون خانه دعا کن، اگر روزخور باشی از طعامش استفاده ببر. حتی روزدارم که باشی دعوت قبول کن. در اون خانه چکار میکنی؟ دعا میکنی. لیکن اگر روزخور باشی از طعامش استفاده میبری. و اینجا یک مسئله دیگر هم پیدا شد. اگر در کدام خانه که رفتید مبادا پیش شما طعام آوردن، این یک فعل پیغمبر بود که اگر رسول اکرم طعام معقولش میشد طعام میخورد، اگر مبادای که این طعام شور میشد یا مزه نمیداشت وای عیب نمیگرفت، وای کمبودی این طعام نمیگرفت، بلکه میگفت که من اشتها ندارم. اینم یک صورت مسئله هست که امروز در چندین خانه هایی که ما و شما مهمان میشویم همان طعام میچشند. اگر کمی لذت نداشته باشد در بین مردم اعلان میکنن یا شور است یا لذت ندارد یا دیگر. اینم از آداب مهمانداری نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، حاجی مرزا. خدا عمر و برکت به علم شما را زیاده گرداند که با سخنهای شیرین خود در دل ما جای گشتید. من بار اول است که در مسجد شما اشتراک دارم و میخواستم با این سوال خود پاسخ گیرم. میگویند شخصی بی نماز را نانش را خوردن، با او خیر احسان کردن، با او دوستی کردن، او را سلام دادن و حرمت کردن درست نیست. ولی ما را چنین شخصان و مرا چنین شخصان به خانه خود دعوت میکنند، سلام میدهند، با ما دوستی کردن میخواهند، خیر و احسان و حرمت میکنند. بگویید که ما جوانان در این معامله چیکار کنیم تا اینکه دشمن مردم و دشمن خدا نگردیم؟ با عذر و احترام بابای داملا، خدا شما را نگه دارد. در کتاب زکات، زکات دادن بر آدم کافر من میکند و الا خیر احسان به کافر دادن جایز میگوید. ما باید آدمهای بی نماز تربیه کنیم. آدمهای بی نماز باید از معرکه ها پیش نکنیم. اونها را با چشم حقارت ننگریم، اونها را دشنام ندهیم. باید که اونها را ما و شما مثل برادر نمازخوان دوست داریم، احترام کنیم. رسول اکرم میگوید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمان شما کامل نیست تا آن زمانی که آن چیزی را که برای خودت دوست می‌داری برای برادر مؤمن دوست نداری. یعنی آن برادر را ما و شما باید که تکلیف کنیم. اگر تکلیفی بر خانهش کند به خانهش می رویم و در خاندانش وقتی که ما و شما نعمتهای خاندانی او را خوردیم باید که باید شینانده و نصیحت کنیم. هارون الرشید، یک قصه یادم آمد، این از دوره های
عباسیان است. ابو یوسف در دوره های هارون الرشید زنده بودند، شاگرد امام ابو حنیفه. میگوید بار به خانه هارون الرشید مهمان شدم. هارون الرشید همه شما میدانید که یک مملکت کلانی را صاحب بود. وقتی به خانهش رفتم یک سوالش کردم، نگاه کردم که تا حال هارون الرشید عصر را نخوانده است، وقتی عصر رفته ایستاده است. گفتم ای هارون الرشید، اگر تو در بیابان تشنه مانی و حالتت خیلی ناخوب باشد، من برای تو اگر آب دهم به من چی میدهی؟ گو من بر تو نصف ملکم را میدهم. ابو یوسف میگوید باز سوالش کردم، اگر مبادای این آب تو خوردی و نوشیدی و در حلق تو ایستاد پایان نرفت و اگر طبیب را دریافت کردیم ماهرانه با طریق آسان این آب پایان برد، این حالت در این طبیب چی میدهی؟ گفت نصف ملک دیگرم را او را میدهم. میگوید گفتم ای هارون الرشید، وقتی که دولتت را، ملکت را برای یک آب دادن من و برای یک طبیبی که آب و پایان روان میکند میدهی، پس آن پروردگاری که برای تو این آب مهیا کرد، این آب آفرید و خالق این آب همون پروردگار است، چرا که نماز عصر تا نخوانده؟ تو برای ما دو مخلوق، یکی من یکی طبیب، دولتت را برای تنصیحتی و برای آب دادن میدهی، برای آن پروردگاری که مهیا کننده این آب است، پیدا کننده این آب است، برای چی نماز عصر تا تأخیر کردی؟ چرا نماز عصر تا نمیخوانی؟ یعنی ما و شما وقتی در نزد دسترخوان این نفر بی نماز که نشستیم با او مثال میاریم، ای برادر عزیز، این نعمت هایی که در دسترخوان توست اینها را کی پیدا کرد؟ آیا همین انصاف است؟ آیا همین رحم است؟ آیا پدر تو بی نماز بود؟ مادر تو بی نماز بود؟ اجداد تو بی نماز بود؟ چرا از اونها عبرت نمیگیری؟ گفته وای ما باید که نصیحت کنیم، نه دشنام، نه از معرکه وای پیش کنیم. این طرز درست تبلیغ نیست. برای من از همه شما برادرای عزیز، کدام همسایه، کدام برادر، کدام خواهری که از شما بی نماز باشد، از اونها فقط چیکار کنید؟ از اونها فقط با طریق درست، با طریق نرمی دعوت کنید، اونها را به سوی نماز بیارید، انشاءالله در این شما ثواب میگیرید. حضرت علی را پیغمبر خدا چی گفتند؟ والذی نفسی بیدی لا یهدی الله. یعنی حدیثی هست که ای علی، اگر از دست تو یک نفر اگر هدایت بیابد، این در نزد پروردگار خوشتر است از یک اشتر سرخمویی که تو قربانی میکنی. یعنی از این خاطر شما یک آدم اگر اهل هدایت گردانین، تصور کنید که از یک اشتر سرخمویی که شاید وای چندین هزار سامان قدر دارد، شما در راه خدا خیر کردگی هستید. یک سوالی هست، شاید این وقتی ما تا حد امکان گپ میزنیم. یک برادر از ما التماس کردن که این سوال چند جمعه پیش بود که در باب غیبت کمی صحبت کنم و امروز اما در یک معرکه سحر بودیم. همون خاندارم باور کنید تکلیف کردن از پیش خود که شما در صحبت هاتون در باب غیبت سخن کنید که هر معرکه که می نشینیم فقط غیبت است، فقط غیبت است. غیبت خودش چی معنا دارد؟ یک انسان در غایبیش سخن گفتن، چنان سخنهای میگوید که وقتی که اون سخن پیش وای میارن وای ناراحت میشود از این سخنها. اینا میگوین غیبت. خداوند در قرآن میگوید ولا یغتب بعضکم بعضا ای یحب احدکم ان یأکل لحم اخی میتا فکرهتموه.
خداوند میگوید ای بندگان من یکدیگر را غیبت نکنید. آیا دوست می‌دارید این که گوشت یک برادری مرده شده را پیش تو نهایند، پیش تو گذارند و به تو امر کنند که این گوشت را بخور؟ فکرهتموه، آیا برای تو این خوردن دشوار است؟ برای تو نفرت آور است که گوشت یک برادری مؤمنت را بخوری؟ از غیبت باید ما و شما دور باشیم. حضرت سعدی میگوید مکن غیبت اگر عقلت تمام است که گفتار تو در غیبت حرام است. غیبت کردن این حرام است، این درست نیست. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، با عیبی کس کجا پردازی آخر. حضرت میگوید که کنی یک عیبه های خود حساب کن، یک تاریخ خود نگاه کن، چند قدر عیب داری، چند قدر نقص داری. عیب یک برادر مؤمن تا کجا تو میکاوی؟ کل المسلم علی المسلم حرام، ماله و دمه و عرضه. پیغمبر خدا میگوید هر یک مسلمان بر مسلمان حرام است. چی حرام است؟ خون او، مال او، آبروی او. حرام است که یک برادر شما در غایبی آبروی را پس کنید. چگونه ای که امروزها میشنویم فلانی این گونه گفت، فلانی اون گونه گفت. مالک ابن دینار حکایت میکنند که میگوید بسیار عادت مبارکش این بود که در قبرستان می نشست، فقط در قبرستان می نشست. گفتن ای مالک ابن دینار تو کجا می نشینی؟ نخواد جای شیشتن نیافته باشی که نشستگاه خود قبرستان در قرار دادی. حضرت مالک ابن دینار چی گفتند؟ گفتند ای مردم، گفتند من در بین قوم نشستگی هستم که اگر در بین اونها ماها که نشینم کسی آنها مرا آزار نمیدهند. من در یک مکان نشستگی هستم که آنها مرا آزار نمیدهند اگر یک ماه همراه آنها نشینم، و اگر وقتی که از پیش آنها خارج میشوم و خانه میآیم کسی آنها مرا از پسم غیبت نمیکنند. و حضرت گفتند نشستن با مرده ها بهتر است از آن که با نشستن زنده ها، که امروز اگر در بین مردم نشینی آزارت میدهند، اگر از معرکه بیرون شوی از پست غیبت سر میکنند. حضرت مالک ابن دینار گفتن هزارها بار بهتر است از شما باری زنده های غیبت گرده همون مرده هایی که خاموش هستند. امروز زنک ها الکی قفا ماندن. غیبت این اولا از زنها بود، امروز مردها این غیبت گرفتند که در هر معرکه‌ای که می نشینیم، کدام معرکه‌ای نباشد، حتمی غیبت در اونجا وجود دارد، بی غیبت نمی شود. رسول اکرم می گوید من یزمن لی بین لحییه و ما بین رجلیه ازمن له الجنه. کسی اگر ضامن گرداند خودش را به سوی من این که زبانش را داشته می تواند و بین پایش را از حرام نگه می دارد، ازمن له الجنه، من هم خودم را ضامن می گردانم که وی را وارد جنت بگردانم. کدام شما اگر قوت داشته باشین و خودتان را ضامن گردانین در نزد پیغمبری خدا که ای پیغمبری خدا من این زبان فقط در یاد خدا و در تعریف بندگان خدا و در فقط خوشگفتاری صرف میکنم، رسول اکرم برای تو ضامن میشود که تو را وارد جنت کند. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. پیغمبر خدا میگوید کدام شما ایمان داشته باشید، الله که کدام شما را الحال گوین ایمان داری، البته میگوی ایمان دارم، اگر به ایمان گوین شما را باور کنین چند قدر قهر و غضب شما بلند می شود. لیکن رسول الله با ایماندارها مراجعت دارد. ای ایماندارها، ای کسانی که میگوید ما به خدا و پیغمبر ایمان داریم، فلیقل خیرا، فقط هر وقتایی که زبان تا در حرکت می دراری فقط سخن نیک بگو. امر دارد پیغمبر سخن نیک بگو، غیبت نکن. او لیصمت، سخن خوب نمیدانید سکوت کن.
سکوت برای خود اختیار کن، خاموش باش. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله اینجا در حق برادرانی هستن که دعا میکنیم. اینجا یک برادر التماس کرده است، التماس یگان 20 دقیقه زیادتر گپ زنید از دوشنبه مهمان ها. اینجا در الحمدلله که مهمان های زیاد داریم و این 20 دقیقه را ما نمیتونیم که البته الحال دراز کنیم، زیرا ما میتوانیم که از قسمی یعنی از ساعت های 11 هم موعظه ها منحصر کنیم. میتوانیم انشاءالله اینم یک فکر میکنیم، شرط شرایط هاش میابیم تا که همین 1 ساعت نه بلکه 1.5 ساعت کنیم. لیکن اینجا در باز یک گفتی حکیم ها ناگفته نماند. میگویند سخن خوش ز هرچی مرغوب است، شیوه اختصار مطلوب است. همین سخن خوب اگرچه مردم در رغبت میارد، اگرچه مردم مست میشود، اگرچه مردم یعنی یک خواهشات زیادش پیدا میشود، باز میخواهد که سخن درازتر باشد. لیکن این شاعر میگوید که شیوه اختصار مطلوب است. من میگویم که سخن خوش کمترش بهتر است. برای چی؟ مثال میارد که شهد اگرچه نفع بیگران دارد، چون از آن پرخوری زیان دارد. همین عسل میگوید سر به سر فایده است، سر به سر شفا است، در همه دردها شفا است. لیکن اگر از همین عسل هم که زیاد خوردی همون زلالت میکنه. از این خاطر سخنهای خدا و پیغمبر از عسل دم دیده شیرین تر است. لیکن فکر میکنیم همین 1 ساعت شاید کفایت کننده باشد. برای ما و شما همون باز میگردیم به سخن همون محمد صاحب ایرانی، یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم دانا، برای آدم اهل فهم یک نکته بس است، یک جمله بس است. اگر عقل و خیرت و فراست داشته باشد. لیکن اگر عقل، خیرت و فراست نداشته باشد، برای او اگر ساعتها نه بلکه شبها اگر گپ زنیم مثل یک چراغ در پیش یک آدم نابینا گذاشتن است. در حق پسر بیمارم دعا کنید، استاد پیر احمد و برادر حاجی بازارعلی دیروز 100 سامان زکات آوردند. در حق بابای ابراهیم و در حق استا غیرت دعا کنید 12 سامانی. این برادرانی هستند که در همین بینای نوی که ما کرده ایستاده ایم دستگیری میکنند و ما باز مقصد در پیش گذاشتیم که این بینایی که لکه یک آشیانش آباد شد و بالای و الحال مردم به حضور نماز میخوانند، در داخلش هم نماز خوانده میشود. لیکن انشاءالله تعمیر داخلش بعد همین عید انشاءالله شروع میکنیم و دوم آشیانش هم باید که شروع کنیم و دوم آشیانه هم میشود و از این جانب طرف راست ما هم باید این گونه عمارت از 2 طرف باید که یعنی قامت افراخته کنند. فقط دعای خیر شما، فقط یاردم شما. هر کسی که ذره حصه خودش میگذارد انشاءالله وای ثواب خیلی زائد را نصیب میگردد. یعنی همه شما اینا شنیدگی دارین که این صدقه جاریه می شود. شما اگر چنده که در قبرستان خواب هستین، روح شما در عالم ارواح هم که باشد نامه اعمال شما کشاده است. هر نفری که در این عمارت بنا کرده شما نماز میخواند، ثواب این خداوند در نامه اعمال تو نویساندن میگیرد. برای همین دائم به دعا باشین که خداوند همین عمارت برای ما نصیب بگرداند و برای همین مردم ما نصیب بگرداند. و این خودش الکه برای پیشواز همین 2700 سالگی است و همین خودش برای 12 ماه آبادانی که رئیس جمهور هم اعلان کردگی هستند، اینا هم در آبادانی داخل می شوند. خدای مهربان این بندگانی که خیر احسان ها کردند،
خیر احسانهاشان به درگاهت مقبول بگردان و هر مرادهای نیکی که در دل دارند خدایا مراد و مطلوبهاشان هم حاصل بگردان. گذشتگانشان رحمت و مغفرت بگردان و خودشان را عمر دراز و تن صحت نصیب بگردان و به بیماری هایشان شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. و تمام آن بندگانی که نیک خواه این مسجد هستند، نیک خواه آبادانی این مسجد هستند، خدای اونها را هم از کل